فاجعه که خدا به سر هیچ کودک نیارد. 10 کودک از عائله در راه به سوی مکتب بمب ناترکیده را از راه برداشتند. چیزی که در افغانستان زیاد می‌بینید. بمب هم ترکید. 7 نفر زنده ماندند ولی هر کدامی از یک پای محروم شدند. 1 سال است سعی دارند حرکت و رفتن را یاد بگیرند. روزی ترکیش روزی بسیار بد بود. من برادران و خواهرانم را آغشته در خون در روی زمین دیدم. حال عائله ما تباه شد. وقتی ترکیش رخ داد خواستم برخیزم و خانه بروم ولی دیدم که یک پایم نیست. بچه ها در خانه درس می گیرند ولی برای امتحان باید به مکتب روند. راهی که رفتنش آسان نیست. هنگام حرکت به سبب سایش با پای صنعی پوستشان آبیله می کند. یادآوری از واقعیتی تلخ. من وقتی می بینم که دختران به مکتب می روند و من مثل آنها قدم زدن نمی توانم غمگین می شوم. جنگ هنوز هم اینجا ادامه دارد و معلوم نیست کی صلح و آرامی به افغانستان برمیگردد. 10 ساله های جنگ سرزمین این کشور را به کشتزار مینه و بمب‌های کشنده تبدیل داده است. سازمان ملل میگوید در 6 ماه امسال در افغانستان 468 کودک کشته و بیشتر از 1200 نفر مجروح و معیوب شدند. مثل شفیق الله 15 ساله، عبدالرشید و بشیری 12 ساله، منگلی 11 ساله، امان 7 ساله، رابعه 10 ساله و مروای 6 ساله که آرزو دارند فاجعه آنها به سر همسالان دیگرشان نآید.